مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی جمهوری تاجیکستان شام 22 ایون خبر داد که در پی جنگ‌های شدید در منطقه شیرخان بندر 134 سرباز افغان به جانب تاجیکستان فرار کردند. در اظهارات گفته می شود که شام 21 ایون ساعت 19:00 یک گروه مسلح حرکت در تاجیکستان ممنوع طالبان به کمیساریات سرحدی شیرخان بندر در ولایت قندوز افغانستان حمله کردند. در نتیجه ضدخورد مسلحانه که تا ساعت 9:00 صبح 22 ایون یعنی 14 ساعت دوام کرده است، بنا به اطلاع مرزبان‌های تاجیک 134 خدمتچی حربی قوه‌های حکومتی جمهوری اسلامی افغانستان به مقاومت تاب نآورده مجبور شدند با مقصد نجات خود توسط منطقه حدودی محافظتی دیدبانگاه 3 و 4/5 سرحد دولتی را عبور کرده به سمت جمهوری تاجیکستان فرار نمایند. سرهدبانان تاجیک با به اینابت گرفتن معنویات انسان دوستی و حسن همجواری مجبور شدند به گریزگان اجباری به قلمرو جمهوری تاجیکستان اجازت ورود دهند. در اطلاعیه گفته می شود که 4 تن از سربازان افغان مجروح بوده، یکی آنها کشته شده است. مرزبانان تاجیک در عموم وضعیت در خط سرحدی تاجیکستان با افغانستان را در این منطقه مرکب نامیده میگوید تا 100 نفر از سربازان افغان در شیرخان بندر از دست طالبان زخمی و کشته شده و یا اسیر افتادند. طبق معلومات تصدیق شده 10 روز آخر در 4 ولایت با تاجیکستان همسرحدی جمهوری اسلامی افغانستان زدخوردهای مسلحانه بین قوه‌های حکومتی و حرکت طالبان ادامه دارد. در نتیجه 9 ولسوالی و 2 گذرگاه شیرخان بندر و کاکل به دست طالبان گذاشتند. خبر میدهد مرکز مطبوعات قشون‌های سرحدی تاجیکستان پیشرفت‌های اخیر طالبان نگرانی‌های را به بار آورده است که حکومت کنونی افغانستان میتواند بعد خروج تکیهگاه اساسیش نیروهای ائتلاف بین المللی سقوط کند. قرار است که نیروهای امریکا مهره اساسی این ائتلاف الکی تا ماه سپتامبر سال جاری ترک افغانستان کنند.